سلام و احترامات. یک بار دیگر مولا احمد زی با بوج و کمپیت و یا سلام هموطن در خدمت هموطن عزیز هستیم. دوستای گرامی، شما را یک بار دیگر خوش آمدید به درس 12 که درباره لفمی یعنی فامیلی. در این موضوع گرامری است که masculine and feminine. دیگه دوستای گرامی، درس امروزی ما فقط بالای فامیل میچرخه که درباره از او معلومات بیشتر یاد میگیرین و این یاد خود گرفتین که کدام نام ها مؤنث است، کدام نام ها مذکر است، یا به زبان عامیانه براتون بگویم کدام نام ها نر است، کدام نام ها ماده است. البته بخشش باشه دیگه عامیانه، به خاطر که بعضی هموطنهای ماست البته اگه مکاتب نخوانده باشن امکان داره که به معنای مؤنث مذکر برشون کم مشکل باشه، از او خاطر بهشون به زبان عادی سخن میگوییم. درست است؟ دوستای گرامی، البته ما شما بعض درس ها را در درس های گذشته خواندیم، ولی خواستم که او موضوع کل کورس به شما بگویم که در چی موضوعات است. البته هر موضوعی را که میخوانیم موضوع گرامریش نیز کار میکنیم و در عین زمان لغتایش نیز به شما اینجا پیشنهاد میکنیم که یاد بگیرین و خدا کنه که مستفید شوین. دیگه موضوع اول که هست لنوم هست، یعنی نمبرز، که ما شما وقت خواندیم که از 1 تا 1000 به شما درس داده شده. اگر بعض دوستای ما ناخبر است، نو سابسکریپشن کرده به چینل، مهربانی کنه برای او درس را ببینه و حساب در آنجا یاد بگیره. درست است؟ بعدنش که است لفمی است که درباره فامیل است که درس امروزی می باشه. درس بعدی که است لپارانس فیزیک، یعنی فیزیکال اپیرنس، درباره بدن ما شما سخن گفته شده. کوچی است با طور مثال اجزای بدنتان یاد میگیرین، پیش دکتر میروین و از استفاده میکنین. درس بعدی که است لمیزون، لوفایه، که به انگلیسی چی میگه؟ the home, the household، یعنی درباره خانه یا درباره کدام لوژما یا هر جایی که شما زندگی میکنین درباره از معلومات یاد میگیرین. درست است؟ بعدی که است لابیما، یعنی درسینگ، درباره پوشاک شما یاد میگیرین. درس بعدی که است لفخوی، légumes et les ingrédients de base de la cuisine. شما درباره میوه، ترکاری و کدام اجزایی که در کچن یا مثال در آشپزخانه استفاده می شود درباره از او درس میخوانید. درس بعدی که است لیو public et le commerce، public places and stores، جاهای عامه و جایهای تجارتی. لبواسون، نوشابه ها، drinks. لنومبر ordinal numbers، نمبرای اوردینال میخوانین که او چی است؟ او نمبرای است که به طور مثال شما میگیم اولک، دومی، سومی، چهارم به یک قسم. درست است؟ یکی 1 2 3 میگوییم و یکی به او طریقه میگیم. درست است؟ و کدام درس دیگه که بعدی است او لیموسیون اس سانتیما، که به انگلیسی چی میگه؟ emotion and feeling، احساسات است و درباره احساساتتان است که چه قسم شما البته به مردم میگوین. لمیتیو، the weather، درباره آب و هوا چه قسم سخن میگوین. لویکانس، holidays، البته درباره ویکانس یا رخصتیتان. لموین د ترانسپور، mean of transportation، درباره ترانسپورتیشن شما یاد میگیرین. لزنیمو دومیستیک که به انگلیسی چی میگه؟ pets، درباره حیوانات یاد میگیرین. و درس آخری ما شما با امکان زیاد لجوغ دل سومن الموا دلانه ببخشید که شما روزهای هفته و ماههای سال یاد میگیرین. days of the week and months 6.
دیگه دوستا اینی درس هستک که ایره ما شما تعقیب میکنین که موضوع هستک. دیگه امیدوار هستم که تا آخر کورس با ما همراهی کنین و هر موضوعی که ما شما میخوانیم موضوع گرامریش نیز به شما توضیح میدیم و لغتایش نیز یاد بگیرین. دیگه بیاین که آغاز کنیم به درس خود. خب دوستا، قسمی که در اوتلاین و یا در اسلاید گذشته دیدیم که درس امروزی ما درباره چی است؟ درباره فامیل است که چی میگه به فرانسوی لفامی، به انگلیسی فامیلی و به زبان ما شما خانواده یا فامیل ما شما. به طور معمول که شما میبینین همیشه جدول ما فرانسوی است، انگلیسی است، پشتو است، دری است. پس دوستای ما که اگر میخواد که به زبان پشتو یاد بگیره لطفاً به چینل ما بروین، به کانال یوتیوب ما پلیلیست پشتو علایده است. درست است؟ پس بیاین که آغاز کنیم به درس خود و کوشش کنین که همراه ما تکرار کنین و در عین زمان که تکرار میکنین از شما تقاضا میکنم که هر نام ببینین. یک هفته یا 8 روز یا 5 روز بعد یک درس به شما میآید. بسیار زمان است که شما بگیرین یک قلم یک کتابچه را به طور مثال همی کدام لغت که امروز یاد میگیرین همین را کم از کم شما 10 بار بنویسین. من به شما گفته بودم و وعده داده بودم که در آخر از این کورس شاید یک فیدبک پوزیتیو، یک جواب بسیار مثبت از شما ما دریافت کنم. دیگه بیاین که آغاز کنیم و ببینیم خدا کنه که شما استفاده کرده بتانید. خب دوستا، باز هم ببینین این نام ها را که در این اسلاید میبینین کلش چی هستک؟ مذکر هستک. اگر درباره مؤنث مذکر باز هم مشکل دارین مهربانی کنین درس گذشته را تعقیب کنین. درس 11 یک بار ببینین. درست است؟ هرگاه که نام مذکر استفاده می شود استفاده می شود. UN ا. درست است؟ un frère، un frère، un frère، un frère. brother چی؟ برادر. un père، un père، un père. چی مانا؟ father. به انگلیسی چی میگش؟ father. و به زبان ما شما پدر. درست است؟ بعدا un fils، un fils، un fils. ال تلفظ نمیشه. un fils چی مانا؟ سن، سن، پسر یا بچه. un mari، un mari، un mari. چی مانا؟ husband که چی مانا؟ همسر و یا بعضی اگر وطنی گپ میزنن شوهر. درست است؟ un époux، un époux، un époux. spouse چی؟ spouse همسر و یا هم شوهر. un oncle، un oncle، un oncle. چی مانا؟ uncle کاکا ماما. به هر دوش oncle استفاده کرده میتوانید. un neveu، un neveu، un neveu. چی مانا؟ nephew چی شده میتونه؟ برادرزاده، خواهرزاده. درست است؟ به یک قسم. خب نام بعدی که استک un cousin، un cousin، un cousin، un cousin، un cousin. چی؟ cousin. به فرانسه به انگلیسی چی میگش؟ cousin. ببینید در مقابلش نوشته است میل و معنای ازی است که تمام اینها مذکر است. خب پسر کاکا، پسر ماما، پسر عمه، پسر خاله تمامش چی میشه؟ کوزه میشه. un grand-père، un grand-père، un grand-père. چی مانا؟ بابا بزرگ و یا پدر کلان. ما شما پدر کلان میگیم نه؟ یا بابا بزرگ، پدر ما شما.
arrière grand-père, arrière grand-père, great grandfather, great grandfather، پدر بزرگ یا پدر کلان. درست است؟ خب اپوتی فیس، اپوتی فیس، اپوتی فیس، grandson، نواسه، نواسه. درست است؟ arrière petit fils، arrière petit fils، great grandson، کواسه. درست است؟ کواسه، یکی نواسه است یکی کواسه است. دوستای گرامی دیگه خدا کنه که کدام لغتایی رو که به زبان دری به شما استفاده کردیم خدا کنه که قابل درک و فهم شما باشه. در این اسلاید دوستای گرامی باز هم طور معمول که ما شما درباره چی گپ میزنیم؟ درباره مؤنث مذکر گپ میزنیم. دیگه اینجا در این اسلاید که چیز را شما میخوانین تمامش چی است؟ تمام نام ها را که شما میبینین کلش مؤنث است و یا ماده است. خب مثل که در اسلاید گذشته شما ا دیدین یو ان ا، در اینجا اون استفاده میکنین یو ان ای اون. درست است؟ به این قسم یا فرانسویش است، انگلیسی، پشتو و دریش. خب اون سوق، اون سوق، اون سوق، اون سوق، اون سوق چی مانا؟ سیستر، یک خواهر و یا خواهر. اون میغ، اون میغ، اون میغ چی مانا؟ مادر، مادر. اون فی، اون فی. ببینین پسر چی گفت؟ فیس. اینجا فی دختره فی میگه. داتر دختر. اون فم، اون فم وایف همسر و یا خانم. اون ایپوز، اون ایپوز ببخشید چی مانا؟ سپاوز، باز هم امو عین مانا. درست است؟ اون تانت، اون تانت، اون تانت. انت، انت چی مانا؟ خاله، عمه. اون نیس، اون نیس، نیس چی رو میگه؟ نیس به انگلیسی. خواهرزاده و یا برادرزاده. خود دوستا اینجا خواهرزاده و برادرزاده البته مؤنث مطلبش است. درست است؟ نوو که است پسرها بر پسر استفاده میشه. به طور مثال اگر ما بگوییم که برادرزاده ایم، پس اگر بگوییم که چی؟ نوو، به این معنی است که مذکر هستند، یعنی بچه هستند، پسر هستند. اگر نیز بگوییم به معنی از که دختر هاست. اگر بگوییم که مثال گپ اون نیز یا سیمون نیز این خوارزاده یا برادرزاده ایم است، به معنی از این است که او دختر است. خب بچه نیست، دختر است به این قسم. اون کوزین، اون کوزین، اون کوزین. کازن فیمیل، ببینین فیمیل است. دختر کاکا، دختر ماما، دختر خاله، دختر عمه، همهش کوزین شمرده می شود. اون گران مر، اون گران مر، اون گران مر. گرند مادر چی مانا؟ مادر کلان، مادر کلان و یا مادر ما شما یا مادر پدر ما شما به این قسم. درست است؟ خب arrière grand-mère، arrière grand-mère، great grandmother، مادر کلان چی؟ مادر کلان ما شما. اون petite fille، اون petite fille، granddaughter،
نواسه که دختر باشه. درست است؟ arrière petite fille arrière petite fille great granddaughter. کواسه زمانی که دختر باشه. دیگه نواسه و کواسه به معنای ازی است که به طور مثال از شما که میروید پسرتان است، اولاد پسرتان نواسه میشه و پسر نواسیتون باز کواسه میشه به یک قسم. دیگه دوستای گرامی ای بود درباره فامیل. اسلاید گذشته تمام نام ها تمام اسما را که یاد گرفتین کلش مذکر بود. این همه را که یاد بگیرین کلش مؤنث است. درباره یگانه چیزی که البته در این درس گنجانیده نشده، البته او مربوط فامیل یک اندازه میشه یک اندازه نمیشه. خب باز هم او چی است که در اخیر در یادم آمده که درباره مثلا خسر، خوشو، خسر بره. دیگه مثلا اگر میگوین که خوشو را چی میگه؟ درست است؟ بل میغ. بل میغ. اگر بگوین که خسر را چی میگه؟ بو پیغ. بو پیغ. اگر ماما خسر را چی میگه؟ بو پیغ. درست است؟ ببخشین بو اونکل. بو انکل. اگر به طور مثال بگوین که خسر بره را چی میگه؟ بو فخیغ. بو فخیغ. اگر بگوین که درباره خیاشنه رو چی میگه یا خواهر خانمتانه و یا خواهر شوهرتانه صحیح است او رو چی میگه؟ بل سوغ. بل سوغ. بل سوغ. به این قسم دوستا بازم اگر باز شایقین ازی بودین لطفا نظریتون و یا سوالتون در کامنت همراه ما شیر کنین. این نام ها رو به شما پست میکنم. درست است؟ دیگه این درباره فامیل بود. حالا موضوع گرامری شکار میکنیم که چه قسم شما اینها را در جمله استفاده میکنین. بعضی دوستای ما خواهد گفته که جای استفاده دیره بگو. دوستای گرامی هر موضوعی را که شما یاد میگیرین در جریان زندگیتان و یا روزمریتان از استفاده میشه. به طور مثال شما میرین پیش دکتر میگه که آیا در فامیلت پدرت و یا مادرت شکر داشت؟ پس شما اگر پدر و مادر نامش نفهمین بس نمیفهمین. درست است؟ به این قسم میغ پیغ. درست است؟ یا به همین قسم که هم سوال دیگه از پیشتون کنه که اولادتان باشه مثلا دخترتان است، پسرتان است، نواسیتان است و غیره و غیره. درست است؟ به این خاطر این موضوعات به شما در کرکولوم از این درس گنجانیده شده. خب باز هم در بیتیوت شما این سلاید که میبینین این نام ها تمامش چی است یا تمام نام های مذکر است. البته ببینید اینجا نوشته شده مذکر و مؤنث. اینجا در این سلاید تمامش مذکر است که زمان شما گپ میزنین درباره یک کسی که مذکر باشه چی استفاده میکنین؟ مون. اگر درباره مذکر گپ میزنین همیشه هم ام او ان استفاده میکنین. به این قسم سه مون پیغ. البته زمانی که من سه مون پیغ میگم امو درسی که یک زمان من خودم میخواندم در کورس بیدو بودیم یکی از صنفی ما گفته که سه ما پیغ. وقتی که گفت سه ما پیغ البته به جای مون ما استفاده کرد که ما به خاطر خانم ها استفاده میشه یا به خاطر مؤنث استفاده میشه یا به نام های ماده استفاده میشه. یک قسم به زبان آمیانه بگویم میتونه. کل صنفی هم خندیدیم و استادم یک اندازه خندید و بعد از او گفت حالا گفت زندگی کم ذره مشکل شده به خاطر که مردم یکم که جندر خود تغییر داده میره و امکان داره که پدر سابق پدر بوده حال مادر شده باشه. البته به مو خاطر به جای مون ما استفاده کرده دیگه. خیر یک مموری بگین و یا یک یادگار در یادم مونده بوده که همراهش ما شیر ساختیم. خب دوستا باز هم زمانی که شما درباره نام مذکر گپ میزنین مون استفاده کنین. سه مون پیر. سه مون پیر. سه مون پیر. This is my father. این پدر من است. به این قسم. سه مون فخیر. سه مون فخیر. This is my brother. این برادر من هستند یا هست. درست است؟
Simon putitami. Simon putitami. This is my boyfriend. درست است؟ این دوست پسر من است. Simon nevo. Simon nevo. This is my nephew. این برادرزاده من است و یا این خوارزاده من است، ولی مذکر است. درست است؟ این رو باید داشته باشین با معنای ازی که او بچه است. اگر بچه برادرتان باشه یا بچه خوارتان باشه به این قسم مون میگین. سیمون نوو. درست است؟ سیمون کوزه. سیمون کوزه. سیمون کوزه. This is my cousin. این پسر عمه من است و یا این پسر خاله من است و یا این پسر کاکای من است و یا این پسر مامای من است. درست است؟ برای همش سیمون کوزه. پس تمام نام‌ها را که شما در اسلاید دیدین امرای مون استفاده شده که کلش چی است؟ کلش مذکر است. اسلاید بعدی می رویم. در اسلاید بعدی دوستا باز هم با شما گفته شده مؤنث و مذکر که در این مؤنث مذکر شما میبینین چی گفته شده؟ گفته شده که اینجا ما شما مؤنث میخوانیم. ببینین فرانسه، انگلیش، پشتو و دری. بس اینجا فرانسویش ببینین که ماستک ما ببینین با رنگ گلابی است. پس هر جا که رنگ گلابی در سایه ما پیدا میکنین تمامش چی میباشه؟ مؤنث میباشه. پس ببینین زمانی که شما درباره خانم و یا درباره مؤنث گپ میزنین ما استفاده میکنین. درست است؟ به این قسم c'est ma mère. C'est ma mère. C'est ma mère. This is my mother. این مادر من است. این مادر من است. C'est ma soeur. C'est ma soeur. This is my sister. این خواهر من است. به این قسم C'est ma petite amie. C'est ma petite amie. This is my girlfriend. این دوست دختر من است. به این قسم C'est ma nièce. C'est ma nièce. This is my niece. این خواهرزاده من است و این برادرزاده من است. به این معنی که دختر برادرم است و یا دختر خواهرم است. به این قسم C'est ma cousine. C'est ma cousine. C'est ma cousine. This is my cousin. این دختر کاکایم است. این دختر مامایم است. این دختر عمه من است. این دختر خاله‌ام است. درست است؟ به این قسم به طور مثال شما میرین همراه خانمتون پیش دکتر. ببینید اینجا مثلا استفاده نکردین ولی نامی که شما یاد گرفتین در اسلاید گذشته مثلا ما شما خواندیم که خانم چی میگن؟ spouse. درست است؟ اپو. اپوز. درست است؟ و یا فم. درست است؟ چی میگن؟ c'est ma femme. c'est ma femme. این خانمم است. به این قسم مثلا دخترکتون پیش دکتر c'est ma fille. و در درس‌های آینده بخیر میخوانین که چرا هم شما در دفتر دکتر و یا در معاینه‌خانه دکتر شما با او مثلا گپ بزنین، مشکلاتتون ارائه کنین و غیره و غیره. درست است؟ دیگه دوستای گرامی درس ما اینجا به پایان میرسه. مثل که از دوستایی که درسای پشتو رو تعقیب میکنه از او تقاضا کنم همین چیز از شما نیست تقاضا میکنم دوستای گرامی. البته هر درس را که من به شما میسازم کم از کم 5 ساعت زیاد کم من ضایع میسازم سرش. از شما یک خواهش دارم که به خاطر از اینکه سروی شوه و من بفهمم که واقعیت چقدر دوستا و یا چقدر هموطنان از درسای من مستفید میشه و اگر من بفهمم که حداقل 5 نفر هم نیز از درس من استفاده میکنن که ما تشویق شیم و بیشتر برویم. پس منتظر از این هستیم که شما میتونین که بگین در کامنت که درس میخوانیم یا مثال درس است یا مثال بگوین که ما همراه درس میخوانیم و به هر صورت مقصد یک فیدبک میخوایم که در این درس هم بفهمم که واقعیت یک سروی واره
دلتان که لایک میکنین و یا دلتان که کامنت میتین ببینیم که چقدر مردم و چقدر شایقین داریم. البته میفهمم که روزمره که در هفته یک بار درس به شما میه و در هر درس ما کم از کم 30 ویو میگیره، 35 ویو، 38 ویو. به معنای زی است که یا یک شخص چندین بار درس میبینه و یا به معنای زی است که 30 نفری درس میبینه. بعد به خاطر از این موضوع میخوایم که ببینیم که اگر واقعیت به دوستای ما مستفید میشن، به دوستا هموطنای ما قابل استفاده است که دگام تشویق شیم و دگام به هموطنای ما خدمت کنیم. البته دوستای گرامی، فعلا بنده در فرانسه نمی باشه و واحدترین تمرکز من همین است که به هموطنایم خدمت کنم. واحدترین چیزی نمی است و از شما نیز یک تقاضا کردیم که اگر میتونین یک سروی واره، میتونین یک نظریه تان شیر کنین همراه ما در کامنت که بفهمیم که واقعیت دوستا و هموطنای ما شایقین درس هستن و بفهمیم که ما یک زحمت میکشیم، البته کس استفاده میکنه. دیگه دوستای گرامی، اینجا درس ما به پایان میرسه. اگر به چینل نو هستین سابسکرایب کنین و همراه هموطنای ما درس ها رو شیر کنین. تا درس بعدی شما رو به خدای یکتا میسپریم. خدا حافظ و نگهدارتان.